کسی که مسلمان باشد درویی نمی کند، چاپلوسی نمی کند. به اصطلاح مسلمان چاپلوس نیست، مسلمان درو نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خویش می فرمایند تجد من شر الناس عند الله ذی الوجهین، بدترین مردم در نزد پروردگار عالم ذو الوجهین، درویان، کسانی که در پیش یک برادر خود میآیند به اصطلاح زبان چربی و شیرینی و چاپلوسی میکنند که تو را دوست داریم، رفیق مانی، این طور است این طور است، و هزار لقب میدن. ولی در پشت سر اگر کسی یک حرف بر او بزند به او دوستش، این هم بیشترتر میکند، میگه بله یا فلانی به درد نمیخورد، انسان خوبی نیست، و 4 تا کلمه اضافه میکند، به شرطی که به جلوی رویش میاد او تعریف و توصیف میکند و در پشتش بر علیهش گپ میزند. این درویی است و اینها بدترین